نعمتی است از جانب الله. در زندگی نامه یکی از تابعین میگن، انشاءالله اگر خطا نکرده باشم، الله متعال بر او صبر عجیبی نصیب کرده بود. یک بار مریض میشه و در نتیجه مریضی یک پای از او قطع میشه، بازم خیلی خوشحال زندگی میکنه. یک کسی از میپرسه که تو قبلا 2 پا داشتی، یا الله متعال یک پا از گرفت. میگه پروردگار 2 دانه نعمت برام داده بود، 2 نعمت پا را داده بود، یک شه گرفت. ما او را که گرفته را حساب نمیکنم، او یک دانه نعمت را که هنوزم دارم حساب میکنم. در اینمی حالت برش خبر میتن فلانی فرزند تو وفات کرده، فقط میگه انا لله و انا الیه راجعون، جزا و فضا نمیکنه. خیلی متعجبانه ازش میپرسن که تو چطور بچه دست دادی؟ و هیچ چیزی بر انسان واقعا به اصطلاح محبوب تر از فرزند نیست. میگه پروردگار برای من 5 بچه مثلا داده بود، یک شه گرفت 4 دانه نعمت دیگه هنوز من دارم از فرزند، و به خاطر این 4 نعمت هنوزم پروردگار خدا شکر میکنم. شما دقت بکنین، این اوج درجه مفاهیم معنوی است. حالت اینایی را که ما تعالی گفتیم اینا حالات عادی هستند که یک نفری در هنگام مصیبت صبر بکنه، این حالت عادی است، و یک نفری در هنگام نعمت شکر بکشه. حالت ارزشمندتر از او است که یک نفری در هنگام مصیبت شکر بکشه. این درجه بالاتر ایمان هست، و انسان هایی که مفاهیم ایمانی را درک کردن اینمین درجه قرار دارن. اگر برشان مصیبت میرسه صبر خو میکنن، در حالات مصیبت شاکر پروردگارن و به اون نعمت های نگاه میکنن که پروردگار هنوزم بر از اونها داده. و همین خاطر یک مقوله مشهور است، اگر اشتباه نکنم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست یا نه، اما مفهومش درست است. مفهوم از این است که میگه وقتی شما به مصیبت ها مواجه میشین، به کسانی نگاه بکنین که از شما در حالات بدتر مصیبت قرار دارن. وقتی شما به انسانهایی که در مصیبت بدتر از شما قرار دارن نگاه کردین، به حالت خود شکر میکشین با وجودی که در مصیبتین. شما یک فرزندتان از دست دادین، به اون نفر نگاه بکنین که کل فامیل خود از دست داده، به خاطر داشتن دیگر نفر از افراد خانواده تان شکر میکشین. دقت کردین؟ و الله تبارک و تعالی برای شما امی درجه بلندتری از مفاهیم ایمانی را نصیب بکنه.